سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 29 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم. از مناقشه پرقربانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سال گذشت. قصه زندگی چند خانواده قربانیان این مناقشه. امریکا و روسیه محبوسان پرونده هایشان پرسر و صدا را با یکدیگر عوض می کنند، اما موقع کاخ سفید نسبت مسکو برای جنگ در اوکراین تغییر نیافته است. این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمون است. حادثه‌ای که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن آمریکایی‌های اسیر افتاده از تمام جهان می باشد. و ملخ روزی آدمان را در خطلان می خورد. شکایت کشاورزان از حمله ملخ به زمین کشت و برباد رفتن مهنت هایشان. ملخ کشتیم خیلی کم شدی خورد. آن در موضع مرکزها. سال پیش در این شب و روز فوجیه چندین عائله در دو کشوری به هم دوست را به ماتم نشاند. دهها ساکن در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بهار سال گذشته در یک زد و خورد خونین به هلاکت رسیدند. با گذشت یک سال از این حادثه مدهش، درد نزدیکان قربانیان آن کهنه نشده است و تشویش ها از سر زدن جنگ باقی است. همکارم کیومر سیاتا درباره چند خانواده گزارش می‌دهد که در مناقشه مرزی نزدیکان خود را از دست دادند. هاشم همرایوف هفته چند بار حتما به سر قبر پسرش می آید. ابراهیم 29 ساله یگانه پسر این مرد روز 29 اپریل سال 2021 در مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان کشته شد. سال گذشته برای هزیمه محکم و سال عادی نبود. پسر 26 ساله او هم در جنگ در مرز دو کشور همسایه جان باخت. حکمت الله تجارت و نقشه های زیاده داشت. خوانندش بده نه بای من سارو میرم تا مرقم خبرگیری گفته برام رفتم سونی به هوای شریکو هم دو درکو آمدن و ما گام نزدن. حادثه را که یک سال پیش در سرحد رخ داد در قرقیزستان هم با درد به یاد می آورند. این شهرک مدینه در ولایت بادکند است. دهه را به نام یک دختر 12 ساله گذاشتند که قربانی مناقشه مرزی شد. یک سال گذشت. زندگی ادامه دارد. وقتی شوهرم فوتید یک ماه حامله دار بودم. اسمنور را پدرش ندیده است. او یکی از قربانیان دیگری مناقشه مرزی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است. آن صبح او دختر کلانیش را به باغچه برده وعده کرد که خودش آمده میگیرد، ولی دیگر برنگشت. دخترش تا هنوز چشم به راه پدر است. ماه اپریل من اون حادثه ها رو به یاد می آورم. خیلی مشکل بود. دختر کلونیا ملکه بعضی چیزها رو پی میبرد. همیشه از من میپرسد که پدرم کی برمیگردد و گفته بود که آمده مرا میگیرد. بهار سال گذشته در پی مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر از دو طرف کشته شدند. در تاجیکستان 19 نفر به هلاکت رسید و 87 کس زخمی شد. در قرقیزستان شماره کشته شده ها را 36 نفر گفتند. 189 کسی دیگر جراحت برداشتند. این پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ دو کشور همسایه گفته می شود. با وجود تشنج در مناسبت‌ها و با آنکه 2 ماه باز جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، واشنگتن و مسکو محبوسان آمریکایی و روس را با یکدیگر تبادل کردند. بعد از بحث و بررسی‌های زیاد میان دو کشور اخیراً چند تن از محبوسان معروف آمریکایی از زندان مسکو و زندانیان روس از محبس‌های آمریکا رها شده به نزد پیوندانشان برگشتند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم مومنی احمدی پیشنهاد می‌کند. تریور رید، افسری سابق نیروهای بحری امریکا از سال 2019 در زندان روسیه بود. او با اتهام حمله به مأمور پلیس به 9 سال زندان محکوم شد. خانواده رید به بیگناهی او پایفشاری و طلب داشتند که آزاد شود. او را روز چهارشنبه آزاد کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت مبادله محبوسان در ترکیه صورت گرفت.
این یک روزی مهم و یک حادثه خاطرمون است. حادثه‌ای که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن آمریکایی‌های اسیر افتاده از تمام جهان می باشد. ایالات متحده هم خلبان روس کنستانتین یارشنکو را بعد 20 سال زندان از محبس کنکتیکوت آزاد کرد. او با گناه قاچاق کوکائین به ایالات متحده زندانی شده بود. مقامات روسیه گفتند تبادل محبوسان نتیجه گفتگوی دراز دو کشور است. پسکی آشکارا گفت تبادل محبوسان موقع امریکا را نسبت به تجاوز روسیه در اوکراین تغییر نمی‌دهد. رهایی تریور رید، بازگشت او به نزد اویلا و دسترسی او به کمک در انتظار طبی موقع و نقشه پرزیدنت را در مورد بسته نوی کمک ها و ادامه دستگیری اوکراینی ها دیگر نمی کند. رید یکی از چندین امریکایی‌هایی است که بازداشت و زندانی شدنشان در روسیه سر و صدای زیاد برپا کرد. بسکتبال بازی معروف بریتنی گرینر هم روزی 17 فوریه در فرودگاه مسکو با اتهام نگهداری غیرقانونی مواد مخدر بازداشت شد. پال اویلن سربازی سابق نیروهای بحری امریکا سال 2018 در روسیه بازداشت و بعد 2 سال با اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. مقامات امریکایی حامیان حقوق و خانواده‌اش اتهام را بی اساس می‌خوانند. من گناهی نکردم، نه آدم ربایی و یگان جنایت نکردم. کاخ سفید میگوید برای آزادی پال اویلن و امریکایی‌هایی که بیگناه بازداشت و زندانی شدند تلاش دارد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی در روز چهارشنبه از تبادل زندانیان یادآور نشد و برعکس تهدید کرد که به هر کشوری که به گفته او به عملیات مخصوص نظامی در اوکراین دخالت میکند پاسخی برقاسا خواهد داد. بیننده گرامی، در این فرصت برنامه پارچه از بحث گپی آزاد رو میبینیم که همکاران ما تهیه کردند. این دفعه صحبت درباره سفرهای رئیس جمهور امامعلی رحمان به ناحیه ها است و هم صحبتان در برنامه عبدالقادر عبدالقهار، خبرنگار و کتابدار شناخته، و محمد اقبال صدرالدین، یکی از فعالان مخالفان تاجیکستان در خارج از کشور هستند. عبدالقادر، ببینید محمد اقبال میگه که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این مسئله چه میگوید؟ البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه‌ای که دوستش می‌دارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یگان شهر سفر نکنه؟ از آنه که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسماً راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک استاتیا، یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پولهای علاوه‌ای یگان دولت برای سفرهای پرزیدنت. اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه‌های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه‌های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکند؟ خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالف سفر کردن پرزیدنت یک کشور به یک ناحیه یا به یک ولایت یا به یک استان یا به یک منطقه از کشور نیست و امامعلی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد. ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظر ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. شکل مکمل برنامه گپی آزاد رو میتوانید فردا ساعت 13 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو در سامانه رادیوی آزادی و یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام تماشا کنید.
حمله ملخ به زمین‌های کیش در برخی از ناحیه‌های ولایت ختلان مهنت چند ماهه ساکنان را برباد می‌دهد. کمی علف در کوهستان و تلو تپه‌های این منطقه هجوم ملخ به کشتزارها را بیشتر کرده است. ساکنان از علاقه رسیدن ضرر ملخ‌ها به حاصل کشتشان نگرانی می‌کنند. یک سیلای ملخ می‌تواند در یک روز 35,000 اهالی را از غذای کشاورزی محروم سازد. طاهر سفر در این باره گزارش دارد. حمله ملخ در ناحیه کوشانیان در چراگاه ساکنان دهه عمر قزاق و کلتشور. اینجا که علف تمام شد بعد دیگر چراگاه ها حمله می کنند. ایدیبک عبداللهف با تراکتوری زرپوش خود یک ماه است با لشکری عظیمی ملخ می جنگد. امیدوار است این لشکری بزرگ را نابود می کند. کورو سوزای سر بر وقت بگم جمعشانیو ملخ کشتیسیم خیلی کم شدیسی اخی آنا در موضع مرکزاخ ای 4 اپریل آمدگی. ظهوربک شریپوف چاروادار و یک مسئول اداره مبارزه با ملخ در ناحیه کوشانیان است. این مهمانان ناخوانده بعض جانور را بد می‌بیند چون دار و ندار کشاورزان را نابود می‌کنند. از چاروا ما امنیت آذوقه‌واری گوشت و شیر و روغن را تامین می‌کنیم. اگر ملخ علف را نابود کند پس ما نمی‌توانیم که در آینده امنیت خوراکی منطقه و سهامدار نباشیم. این دهقان از نزدیکتر آمدن این ملخ به کشتزارهایش نگران است. میگوید حشرات بیرحم ده‌ها گکتار چراگاه را نیست کرده به مردم دهات ضرر رسانیده است. در حدود ناحیه وحش کارکرد همین به طور باید شاید به راه ماندن نشده است. آنها بی‌پروایی کرده ایستادند. این عیان است که چقدر شماره زیادی هجوم ملخ به منطقه ما گذشته است. سال اول نیست که ملخ کشتزار و چراگاه‌های ختلان را نابود می‌کند و یا به آنها ضرر می‌رساند. سال گذشته سبزوات و پالزی‌ها را خورده بود. اداره‌های کشاورزی ولایت می‌گویند در ناحیه وخش و دیگر نواحی ختلان خطر حمله ملخ از بین رفته است، اما ویدیوها از منطقه‌ها دیگر چیز را نشان می‌دهند. حمله بی‌رحمانه لشکر ملخ را که هر رستنی سری راهشان را بی برگ و شاخ و بیجان می‌کنند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در هندوستان یک افسونگر را برای استفاده مار کبرا و یا عینکدار دستگیر کردند. طبق عنعنه‌های قدیمی هندی در راه به سوی تویخانه بعضی عائله‌ها افسونگر ماران را دعوت می‌کنند. شاید در عصرهای پیش مار زنده استفاده می‌شد، ولی 5 سال این جانب مار کبرا در کتاب سرخ هندوستان وارد گردیده نگهداشت و استفاده آن منع شده است. مومن احمدی گزارش می‌دهد. روز 28 اپریل مرد به خاطر رقصش با مار کبرای زنده در مراسم توی عروسی در ناحیه شرقی مایور بهنجی هندوستان حبس شد. جنگل های این ناحیه ولایت ادیشا مکان زیست یک عده حیوانات وحشی نادر است. در توی عروسی شهرک کرانیجا افسونگر ماران دعوت شده بود. او میبایست طبق عنعنه در راه از خانه داماد به منزل عروس رقص مار را اجرا میکرد. مهمانان وحشت زده به مقامات خبر دادند که افسونگر با مار زنده رقص دارد. مقامداران افسونگر را بازداشت نموده مار را در جنگل رها کردند. در رقص مار این توی مار کبرای زنده را استفاده بردند. طبق قانون حمایت وحوش نگهداشت این مار و استفاده آن در رقص این عمل جنایت به شمار می رود. از این رو افسران ما افسونگری ماران را حبس کردند. مار کبرای هندی و یا مار عینکدار در هندوستان، شریلانکا، بوتان، بنگلادش، پاکستان و هندوستان به سر برده سر از سال 2017 در رویخط حیوانات نادر هندوستان قرار گرفته است. برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدارتان.